تطبیق مرحله به مرحله صنعتی کنونی مملکت که از هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود در تأمین رشد اقتصادی ملی و با جای کار تأمین گردیدن اهالی مساعدت می کند. امروز در دوره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سوخت در شهر بوستان کارخانه زرگری زری سوخت افتتاح کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بعد شناسایی در کارگاه‌های استحصالی با کارگران صحبت صمیمی انجام دادند. گزارش همکاران ما. 8 فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر بوستان کارخانه زرگری زری سوخت را بعد از تعمیر و از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. کارگاه زرتوبه کارخانه واحد دولتی فلزات نادر تاجیکستان بوده سالیان زیاد کهنه و فرسوده و بیکار بود. پس از اعلان اقدام صنعت‌کنونی با صورت مملکت چون هدف چهارم استراتژی زری سوخت به پورگی نوسازی گردیده برای استحصال محصولات اعلی‌صفت با دستگاه‌های نسل نو کاری تامین کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از سح‌های استحصالی کارگاه دیدن نموده با کارگران آن صحبت صمیمی انجام دادند. اطلاع داده شد که در نوبت اول کارخانه در حجم تا 5 میلیون سومانی در یک سال محصولات استحصال می نماید و این نشان داد طبق نقشه در سالهای بعدی به 100 میلیون سومانی رسانیده می شود. زری سوخت استحصال محصولات زرگری، ارمغان‌های گوناگون، نشان‌های سرسینگی، نیم پیکره، قالب‌های گوناگون متالی را راه اندازی نموده است و اینچنین از سنگ‌های آرایشی، تحفه و ارمغان آماده می‌سازد. این کارگاه سالهای زیاد از فعالیت باز مانده بود و در دایره دستور سپارش و دستگیری به‌واسطه پیشوای معظم ملت ما توانستیم به پورگی آن را نوسازی نموده برای فعالیت باثمر آماده نماییم. در نوبت اول ما محصولات واردات عوض کننده را برای بازارهای داخلی آماده میکنیم و در مرحله‌های بعدی صادرات محصولات نهایی به دیگر کشورها در نظر داشته شده است. زری سوخت با دستگاه و تجهیزات معاصر صاحبی تامین بوده، اینچنین متخصصان محلی با آنها کاربری می نمایند. تمام دستگاه و تجهیزاتی که در دایره کارهای نوسازی در کارخانه نصب گردیدند استحصال ترکیه و فدراسیای روسیه بوده. چنین شرایط امکانیت می‌دهد که محصولات نهایی با صفت بلند آماده گردد. اطلاع داده شد که تجهیزات لازری که برای کارکرد متل قیمت‌بها و اشیاءهای زرگری شده پیش بینی گردیده است در مملکت نادر بوده. با استفاده از این امکانات با در نظر داشت تمام استانداردهای بین‌المللی استحصالات در کارخانه راه اندازی گردیده است. به همین مانند در لابراتوری کارخانه زری سوخت برای گذراندن آزمایش محصولات نهایی دستگاه موثر نصب گردیده ترکیب متل‌های قیمت‌بها نیز همه‌جانبه از روی 26 نوع طلبات از آزمایش گذرانیده می‌شوند. لازر میتواند گراوировка намояд дар рӯи тилло, нуқра, мис, титан ва ғайра металлҳое ки дар рӯи дунё ҳаст метавонем гравировка кунем. Корҳои мо бо ин лазер босифат мешавад. Метавонад 3D қолиб бовар ки бевосита мо метавонем бо ин қолиб ҳамчун танга ё ин ки медали тиллоӣ бироварда در حدود کارخانه سیخ‌های زرگری، زرحلکاری، قالب آماده کنی، سیخ مکانیکی و انبار علایده نگهداری محصولات تیار تشکیل گردیده در مجموع 30 نفر از ساکنان صاحب جای کار دائمی گردیدند. در کارخانه اساساً ختم کرده‌های دانشکده کویو متالورژی تاجیکستان که در شهر بوستان فعالیت می‌نماید به کار جلب شدند. ختم کننده دانشکده استاد زرگر 20 سال از فعالیت استاد زرگری می‌کند. کارخانه نو به نام زر سوخت کشیده شده است. ما خیلی هنرمندان خیلی خرسندیم که به کار تامین شدیم. ما نمودهای حلقه، انگشترین، دستبانه‌ها، قاش‌ها، مدال‌ها همه چی می‌سازیم. کارخانه زرگری زری سوخت با پورگی با اشیاء خام محلی فعالیت نموده محصولات عوض کننده واردات را به بازارهای مملکت پیشنهاد می‌نماید. اینچنین کارگران مقصد دارند که محصولات زرگری استحصال نموده کارخانه و محصولات از سنگ‌های آرایشی آماده گشته زری سوخت را در نوبت اول به کشورهای همسایه صادرات کنند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از مغازه کارخانه مذکور دیدن نموده با محصولات نهایی آن شناس شدند. در اینجا اساساً نوع‌های گوناگون محصولات زرگری به مانند گردنبندهای گوناگون، چلو و گوشوارهای
زرین و دیگر آرایشات زنانه که از متال‌ها قیمت‌بها در همین کارخانه آماده می‌گردد به نمایش گذاشته شدند. محصولات نیایی زرسوخت در برابر صفت اعلی داشتن همچنین با شکل و طرح زمانوی آماده شده. اینچنین امکانیت است که فرمایش میزاجان نیز برای تیار کردن محصولات زرگری قبول گردد. چنین نامگوی محصولات در بازارهای مملکت وارداتی بوده و فعالیت آغاز نمودن کارخانه زرگری زرسوخت واردات آن را به کشور تا اندازه کاهش خواهد داد. کارخانه در دایره عملی شوی اولین تدبیرهای سالهای رشد صنعت در تاجیکستان به استفاده داده شده. در نقشه است که در شفاتی آن از جانب کارخانه واحد دولتی فلزات نادر تاجیکستان کارخانه دوزندگی به استفاده داده شود. کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی در صحن انشاءات و گرد و اطراف آن با صنعت بلند انجام داده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمنی بازدید مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که با در نظر داشت طلبات بازار داخلی و خارجی استحصالات را به راه مانده به صفت محصولات نیایی و رقابت‌پذیر بودن آن توجه خاصه ظاهر نمایند.